به نام خدا ابتدای سخن، ز فیض او گلها به باغ و چمن. دوستان عزیز، در خانه نبوت چراغی بود، چراغی که شعله های روشنیش تا ابد در ذهن و خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم باقی مانده بود و خداوند خواست که آن چراغ نامش خدیجه باشد. خود پیامبر را خداوند در قرآن سراج منیر، یعنی چراغ تابان عنوان کرده است، ولی این چراغ را در خانه چراغ دیگری بود که نامش خدیجه بود، چراغی که همیشه در خانه نبوت فروزان بود و هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم از تاریکی های جهالت قریش دلگیر می شدند، به خانه آمده از روشنایی این دوباره در دلشان شعله امید به آینده پیدا می گشت. خدیجه برای ایشان هم همسر، هم تسلی قلب و هم وزیر و مشاور بودند. دوستان عزیز، ازدواج های بنی بشر هر گونه است. هستند نفرانی که خانه‌دار شدن برایشان تنها یک عادت معمولی جمعیتی و یا اجرای طلبات جسمانی است. اما ازدواج های دیگری هست که نه تنها پیوستی دو تن، بلکه یک جاشوی دو روح، همراهشوی دو عقل، متحد شدن دو مرام و مقصد هستند. اگر ازدواج برای کسانی یک ایستگاه معمولی حیات باشد که باید از آن عبور کنند، ولی برای بعضی دیگر ازدواج آغاز حیات کاملا دیگری است. جفت‌هایی هستند که حیات عائلوی برایشان تنها درون دیوار با هم بودن است، ولی خانه‌هایی هست که جفت‌ها نه تنها با هم درون دیوار خانه، بلکه درون قلب یکدیگرند. مردان را بعضاً زنان نصیب می‌گردد که از اخلاق باطنی ایشان آگاه نیستند، ولی بزرگ زنان عاقله هستند که شوهر را آنگونه می‌شناسند که خود شوهر خودش را تا آن حد نمی‌شناسد. هرگاه مرد با چنین زن همراه گردد، نسبت خود شناخت عمیق‌تر، دقیق‌تر و بیشتر پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر این گونه زنان آینه‌های زیبایی هستند که شوهران کمال و جمال خود را در آنها با خوبی می‌بینند. خدیجه، اولین مسلمان، نخستین مادر مؤمنان، چه بسا نام بزرگ، چه بسا عنوان بلند، چه بسا شرف والا، الگوی مادران، پیشوای همه زنان، رمز عقل و خرد، ملهم در روزهای رنج و درد. هر کجا عقل و خرد، صبر و طاقت، حیا و عفت، احترام شوهر، وفاداری همسر و هر خصلت نیک همسر یاد شود، این نام بزرگ به اختیار به زبان من می آید. خدیجه، همان بزرگ زنی که نه تنها همسر، بلکه اینچنین رفیق، مونس، یاری از یاران وفادار پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. از اراده او اراده پیامبر صلی الله علیه و سلم را قوت می بخشید. لطف و مهربانی بی‌نظیرش خستگی های ایشان را برطرف می ساخت و وجود مبارکش چراغ بود که خانه نبوت را روشن می کرد. دوستان عزیز، وصف بزرگی زنی را که اولین نفر شده به اسلام گرویده است و بزرگترین زن جنت عنوان دارد و آنچنان خصلت‌های نیک و بزرگی داشته است که پیامبر صلی الله علیه و سلم تا آخر عمر همواره او را یاد کرده تحسین گفتند. در این چند دقیقه خلاصه نمودن از امکان بیرون است. آیا وصف زنی را که خداوند از آسمان جبرئیل را فرستاده باشد که رفته او را از نام من سلام رسان و به جنت مژده‌اش ده، آیا امکان دارد در چنین گفتاری کوتاه بیان کرده شود؟ البته نه. بله، خدیجه را خداوند به دست جبرئیل امین سلام فرستاده او را به جنت مژده داده است. این فضیلت در عالم یگانه بوده برای هیچ کسی بجز خدیجه نصیب نگشته است. امام بخاری از روایت ابو هریره رضی الله عنه آوردند که روز جبرئیل علیه السلام به خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد ایشان آمده گفت: ای فرستاده خدا، حالا خدیجه در دست ظرف با طعام به نزدت می درآید. همین که نزدت حاضر شود، او را از جانب خداوند و هم از نام من سلام برسان و نیز به او این مژده بگو که خداوند برایش در جنت قصر از در و گوهر آماده کرده است که در آن هیچ گونه صدای بلند و هیچ ناراحتی نباشد. سبحان الله. قصری که در آن هیچ گونه صدای بلند
و هیچ ناراحتی موجود نیست. از بس که خدیجه رضی الله عنها بار شوهر خود پیامبر صلی الله علیه و سلم را ناراحت نکرده بودند، بار در خانه نبوت سر و صدای برپا نشده بود، خداوند کاخ او را در جنت مانند به کاخ این دنیای او آرام و آسوده گردانیده است. خداوند منان خواهران و مادران ما را از اخلاق مادرمان خدیجه رضی الله عنها با نصیب گرداند.